سلام. دو تا نکته میخوام بهت بگم در مورد رشد فردی که میدونم بهت میتونه خیلی کمک بکنه. اولین نکته که میخوام بهت بگم اینه که جناب عالی و هر کس دیگه ای کاری که قراره توی یک زمان خاص انجام بدی انجام نمیدی. یعنی چی؟ فکر میکنی در مورد زمان بندی میخوام بگم؟ نه. فرض بکن شما میخوای قراره بخوابی، شب شده میخوای بخوابی، ولی داری به چی فکر میکنی؟ داری به کارات فکر میکنی، به فردا فکر میکنی چی کار باید بکنی، ایدهات داری فکر میکنی، ولی فردا که میشه وقتی باید کار بکنی و ایدهات رو پیاده بکنی خسته ای و فکری که توی ذهنت اینه که بری بخوابی. و زمانی که میخوای غذا بخوری فکر هزار تا فکر داری و توی موبایلتی. زمانی که داری با موبایل کار میکنی فکر یه جای دیگه است. اصولا وقتی داری کاری میکنی توی همون کار تمرکز داشته باش. زمانی که داری غذا میخوری غذا بخور، زمانی که میخوای بخوابی بخواب، دیگه به چی فکر نکن. قرار نیست چند تا کارو همزمان انجام بدی. توی زمانی میذاری و کار نادرست انجام میدی و برای کار نادرستی که باید انجام بدی زمان دیگه نداری. یعنی قراره بخوابی الان، وقتی نمیخوابی فردا باید بخوابی. تو چه زمانی؟ زمانی که باید اتفاقا کار بکنی. یه مثالی که الان زیاد من میبینم اینه که میگم پادکست گوش بده توی ماشین که داری میری مثلا تا سر کار. این 2 تا کاره که داری همزمان انجامش میدی، بازیش میاد پایین. حالا هر چقدر شما این مسیری که داری مثلا میری بیشتر باش آشنا باشی و بهش عادت کرده باشی، یعنی ناخودآگاه این مسیر رو طی بکنی بدون فکر کردن، تمرکزت روی پادکست بیشتر میشه. ولی خب بازم تمرکز 100% روی کار نداری. نکته دوم اینه که خود شما داری لاپوشونی میکنی. میدونی منظورم چیه؟ فرض بکن تو میدونی توی وضعیت فعلی که هستی خوب نیست، وضعیت جالبی نیست و میدونی مسیری که باید بری تا به موفقیت برسی مثلا از اون راهه. یه نوری اون ته شما میبینی، خب ولی اونقدر تنبلی که اون سمت نور حرکت نمیکنی و یه عذاب وجدان داری، میگی خب من باید برم به سمت نور. میدونی مغز میاد چی کار میکنه؟ میگه خب بیا یه کار بکنیم، تو خسته هستی ولی عذاب وجدان هم داری، بیا یه کار بکنیم، کاری بکنیم که اون مسیری که از خراب بشه، دیگه نوره نیاد، کلا مسیر رو بسته بشه و تو با خیال راحت همینجا بشینی و عذاب وجدان هم دیگه نداشته باشی. مثلا بهت بگم که میخوای بری کلاس زبان یاد بگیری، انگلیسی، میری ثبت نام میکنی، 1 ماه میبینی سخته، میای بیرون. تو میدونستی زبان واسط خوبه، رفتی ثبت نام کردی، عذاب وجدان تو کم کردی، ولی میونه راه زدی همه پلا رو خراب کردی، گفتی اصلا سخت، من نمیتونم. و توی ذهنت هم اینه که خب من تلاش کردم ولی خب نشده. یه عذاب وجدانشو نداری، راحت میری میفتی و استراحت میکنی. این تله ذهنیه دیگه. وقتی بخوای کاریو انجام بدی تو تهشو برو. مثالی که میتونم بزنم بهروز تاوانیه که چندین سال صبر کرد تا ویزاش بالاخره امسال رسید. خیلی زمان زیادیه، چندین سال، ولی خب تسلیم نشد. اگه میخوای کاری شروع بکنی، به قول بروسلی، اگه میخوای مش بزنی مش بزن، اگه هم نمیخوای که نمیخوای، ولی اگه میخوای مش بزن. اینو بروسلی گفته. و خلاصه اگه بخوام بگم نکته دوم اینه که اگه میخوای کاریو شروع بکنی دیگه بونه نیار، چون بهونه ذهن همینه. یه کاری شروع میکنی وسط راه ول میکنی، دیگه عذاب وجدان نمیاد سراغت. چرا؟ چون میگه که من این رو شروع کردم نتونستم، به نتیجه نرسیده. میگه خب شروع کردم دیگه، عذاب وجدان میاد پایین. کاری که شروع میکنی تو تهشو برو. و خط و پایان میبینمت. خداحافظ.